از فرزند دل نمی کنم. حالیا او را در آغوش خواهم کشید. می گوید پدری سال خورده میرزا بیکا پولاد که در مرکز خدمت رسانی اجتماعی به پیران سالان و معیوبان در شهر خوجند زندگی می کند. او زیاده از 7 سال است که چشم به سوی فرزند دارد. دو دیده بر راه می دوزد به امیدی که تا فرزند جگربندش آید و گوید بیایید رفتیم شما را به خانه می برم. من بگم که پسرم خدا رازه پدر رازه. نه فرزند دل نمیشکنم. آریپا و سید نیسا مادری 86 ساله است که 6 سال این جانب چشم به سوی نبیرگانش دارد. او هر لحظه دعا میکند که از حالش خبر گیرند و یگانه چیزی که تسکین بخش دلی ریش او مانده است این امید است. او تنها امید دارد و باز هم تکیه به خدا میکند که روز نزدیکانش برای خبرگیری او می آیند. او حالیا انتظار صدای طفل شکرخندش، صدای گام زدنهای یار دلبندش، صدای آمدن نبیرگان دلبندش را انتظار است. آمدن آدمان خیرخواه و نکوکار، نفرانی به ایمان و به وجدان را انتظار است. او میگوید از مسلمانان چشم امید دارم. زیگیره که اینجا من های دختر میکنم پسر میکنم همه ها تولا میکنم که من نگاه کن تو من همینجا غریبه و کار نکنه دو گیران بوده لازم کنه خانم نیست به جا میکنم شرفه اوی میکنم زخ میشم همین به بچم به چیزی نیست به کسی نه آدمتون باشد بوده خیشتون باشد بوده تلفن نه که من تلفن کنم بودی که خوش به همینجا نمونم من گیران بودم خوک جای خدا ما و انی پدر و مادرم و دفت کند همینجا گیران برود مردم بعد تا مردن میرس من میستم همینجا گفته همین کرشیان تا درم تن داده گیره میکنم نول میکنم یا ها میگم با شکر میکنم خیلی خدا یکون کار میکردی گفته خدا هایکو این ها هایکو آدم هایکو دنیا ده مسلمان ها ملکو گفته با خدا دلم به صبر میشد صبر طاقت که اشتیم من بچم همه قدرت همه قدر غم داشتم من طاقت که اشتیم هیچ که حالم نمیپسد هیچ که آسان نمیگم مشکلی منه نه همش نگرم ها میگریم مجی شما هم میگرم همسایه ها چیزه باید 4 سال 5 ساله همسایه همسایه خبر میگیرن؟ ها خبر میگیرن چیزه گم گفته که میکرد میبیان میخوای سیوق قیوق جگر وقت میبیان برای همسایتان شما چی گفتم میخواهید؟ من همسایه با اکن کسلوشان های شروعیتاشان میبد دارد نمیبد دارد همه زیاری نمی کنم نبیتام میگم اکن امیدم از خدایو همه امیدوار میشم که خدا این ساخته رو ساخت رفته سلامت به خطاری کب الهیم این ساخته هر الهی مردم اینجا نماند گفته ارزم همین. با یکی از منطقه های شهر خوجند میگذشتیم و بینایی را دیدیم که خیلی زمانوی. به آن بنا داخل شدیم دیدیم که خیلی حزن آور بود زیرا پدر و مادران سال خورده با درد انتظار می نشستند. حالا در مرکز خدمت رسانی اجتماعی به پیران سالان و معیوبان در شهر خوجند زیاده از 60 نفر پدران و مادران دلریش و جگرخون زندگی دارند که با هر راه به اینجا آمدند. یکی را خانه‌اش را فروختند، دیگری را نخواستند که با فرزندانش زندگی نماید، سومین را به استراحت میبریم گویان فریب دادند. یکی را دخترانشان عصای دست پیری شده آوردند، دیگری را فرزندان عزیزش به استراحت میبرم گویان سومین را همسایگان به اینجا آوردند. پدر و مادران پیر و برجامانده که میبایست در این سین در سایه دولت فرزندان عمر بسر برند، ولی افسوسی بی پایان بر زمین آن همه نیکی و نکویی با پنجه های سرد و خراشنده و دغل برجا ماندند. در چشمانشان یک واژه پنهان مانده است، واژه امید و انتظاری از فرزندان جگربند. پرده گوش را گشایید ای برادران، از کودکی خویش یاد کنید
و دانسته باشید که از فرزندان خیش این روز را خواهید دید. حالا در مؤسسه همه شرایط مهیا است. کارمندان همیشگی در خدمت ایشان کمر بستند. آنها کمبودی ندارند بجز یگانه کمبودی جانکاه و آن هم محبت فرزند، مهر جگربند. هستند نفرانی که سالها در انتظار فرزند چشم امید باز میکنند. شبها اشک میریزند، میخواهند فرزندانشان نامبردار پدر گردد. برای بعضی ها پدر و مادر دولت بیگزند و سعادت جاویدانه، برای بعضی های دیگر دیدار پدر و مادر سعادتمندی است. ولی افسوس برای بعضی فرزندان ناقابل پدر و مادر شخص زیادتی و خلل رسان حیات ایشان است. این حصه از قصه روزگاری 2 سال خورده که پایان عمر خود را در خانه پیران سپری می نمایند. روز آنها نیز صاحب خانه و فرزند و خوشبختی بودند. به این روزشان کی گناهکار است؟ خودشان، فرزندشان یا تقدیر؟ بیننده عزیز، شاید تو میگویی فرزندشان، یا شاید خود آنها را سببگار دانی، یا شاید سرنوشت را به نظر گیری. هرچی میگویی شاید درست، اما ما گفتنیم که اگر فرزند پدر یا مادر خود را به خانه پیران بیارد و خودش با فرزندانش زندگی خوشحالانه کند، او را میتوان مگر انسان گفت؟ مگر پدر بیزاری و مادر آزاری خاص تاجیکان است؟ نه هرگز. بیننده عزیز، این امیدواران را محض فرزندانشان به این روز دچار کردند. مگر حرمت و احترام پدر و مادر در دین و مذهب و فرهنگ و مدنیت ما از بهترین کارها محسوب نمیافت؟ بیننده عزیز، پس از تماشای این نوار اگر بار اندیشه کنی و سر راه از حال این دلخون شدگان خبر گیری، خیلی خرسند خواهند شد. و یا فرزند عزیز این سالخوردگان والدان خیش را همراه بری، سعادت خواهی یافت. اگر یک نفر هم پس از تماشای این نوار به سراغ ایشان کمر بست، ما امینیم که این برنامه بیهوده و به هدف نبوده است.